ماهیان از آشوب دریا به خدا شکایت کردند. دریا آرام شد ولی آنها صید تور صیادان شدند. این داستان حکایتش زیباست. آشوب‌های زندگی حکمت خداست. بیایید از خداوند دلی آرام بخواهیم، نه دنیایی آرام. بیایید از خداوند دلی آرام بخواهیم، نه دنیایی آرام. آشوب دریا شد آشوب زندگی ماهیان. به خودت برس.